تصور کن یه تحلیلگر ایرانی ارمنی سالها پیش دقیقاً مثل یه پیشگو آینده ایران رو پیش بینی کرده بود. نه فقط آینده روابط ایران با آمریکا و اسرائیل، بلکه جنگ‌ها، حملات، سقوط جمهوری اسلامی و حتی سرنوشت خامنه‌ای رو هم گفته بود. زنده یاد مانوک خدابخشیان با دقتی مثال زدنی همه اینها رو تحلیل کرده بود. تو این ویدیو از کانال سرای تاریخ با هم پیشبینی‌های مانوک خدابخشیان رو از زبان خودش می‌بینیم و میشنویم. لحظه به لحظه مثل اینکه هنوز زنده است. تا 2025 چندین دیکتاتور هستن باید برن، یکیش خامنه ایه. اینا با 4H یعنی حزب الله، هوتی، حشد الشعبی و حرامیون سوریه کار دارن. اول نگاه کنید همه رو به خاک سیاه نشوندن، درسته؟ بله. حتی رفتن عمان رو از حلقه اینا بیرون کشیدن. من یه روز در همین برنامه گفتم حتی شوروی وقتی اومد به شاخ آفریقا، آمریکا خواب براندازی شدید. شما نمیتونی اونجا وارد شی و رژیم تهران سعی میکرد اون شاخ رو داشته باشه که بتونه دریای سرخ رو ببنده. از طور این خوابای ابلهانه است که اینا میبینن. بنابراین همینجوری که اشاره کردید پذیرش و به رسمیت شناختن اسرائیل مهمترین فکته، ولی نه الان مهمترین فکت در واقع بریدن اون بازوان اختاپوس سبزه. من در همین برنامه اولین بار گفتم اول میان با پروژه رول بک عقب راندن با داکترین 4H، 4 تا اسم هم گفتم، حزب الله، هوتی، حشد الشعبی، اول اینا رو پوش میکنن به داخل ایران. یعنی تمام اون بازوهای اختاپوس سبز رو میبرن و بعد دفنشون میکنن. اینه که الان شما نگاه کنید حتی کربلایی که اینها به عنوان مقصدی برای قدس گذاشته بودن که راه قدس از کربلا میگذره، با یک سمفونی ویالون و یک رقص باله در واقع تمام اعتبار اینها فرو ریخت. اینه که شما در واقع در میابید که آمریکایی‌ها همیشه با یک برگ دیگه بازی میکنن و هر دفعه شما رو آچماز میکنن. برای همینم نه این کار آقای ترامپ نه آقای بولتون، یک سیستمی هست بهترین انتخاب ها رو میکنه، بهترین روش ها رو نشون میده. شوروی رو انداختن، چین رو به زانو در آوردن، حالا میرسن به جمهوری اسلامی. ولی اگر الان که ارتش سوریه‌ای وجود نداره، دمشق سقوط کنه، هر آن اسرائیل میتونه. برای همینم قاسم سلیمانی گفته منتظر باشید اسرائیل ممکنه حماس و به اصطلاح حزب الله رو بکوبه. در واقع گامبی بشار اسد، گامبی یعنی حذف شدن، اینجوری بگیم، گامبی آقای بشار اسد میرسه به آچماز شدن رژیم ایران. حالا دمشق فرو بریزه، اینها رفتن. وقتی دمشق فرو بریزه پل ارتباطی با حزب الله قطع خواهد شد. تمام مشکل دنیا با این رژیم بجز اون ایدئولوژی خصمانه مقاومتی و نهضتی که به دوزار هم نمیارزه، همه کشورهای عربی رو نابود کرد، اوکی، این موشک هاست. تمام تلاش شطرنج مرگ و زندگی در این خلاصه میشه که این موشک ها رو از دست سپاه بگیرن. شما وارد مذاکره میشید، به نتیجه میرسید، تسلیمشون میکنید، موشک ها رو میگیرید، یه چند تا سردارم تحویل میدید، ساختار هرم قدرت رو به هم میزنید، بازی شروع میشه. بنابراین من نمیدونم چرا همه پنیک کردن، چرا گفت مذاکره میکنه؟ خب باید مذاکره کنه که اینا رو بیاره پایین. مگه با گورباچه مذاکره نکردن؟ آقا با صدام لاس زدن، ماها لاس زدن، بعد زدن تو سرش، بعدم دستگیرش کردن، اعدامش کردن. مگه نکردن؟ چرا؟ اوکی، پس بازی ها رو خواهش میکنم دقیق بخونید. شوروی 12,000 موشک اتمی داشت، قوی ترین ابرقدرت بعد از آمریکا بود، تسلیم شد به یه فشار اقتصادی. اینا چی کارن با 6 تا موشک آبکی میخوان مثلا در مقابل آمریکا بایستن؟ نه، ببینید اینا دارن ایران رو به گروگان گرفتن، اشغال کردن و دارن سرش معامله میکنن. تنها برگ برنده دونالد ترامپ اینه که
رژیم جمهوری اسلامی پروندهش بسته بشه. بزرگترین پیروزی مثل فروپاشی شوروی، این رو فراموش نکنید. چرا بره در جنگ که سالها طول بکشه باز در باطلاق خاورمیانه بمونه؟ بخواد از خاورمیانه بیاد بیرون. شما به اصطلاح اون دکه جمهوری اسلامی رو ببند، همون جوری که دکه کمونیسم بسته شد همه فرو ریختن، تمام فرو خواهند ریخت. در این 40 سال هر چه بوده ما تابع مسائل آمریکا بودیم. هر چه بوده آمریکا رو به گریبان گرفتید، خودتون رو سنجاق کردید به آمریکا. بنابراین این رژیم با کارتر اومد، با ترامپ میره. یک شخصیتی اومده به اسم ترامپ با یک برنامه گسترده‌ای که در مقابل گلوبالیستا و عقب راندن، رول بک کردن اسلامیزم سیاسی. تا ترامپ هست امکان براندازی هست. یعنی شما باید موقع شناس باشید. هدف اول ترامپ و ترامپیستا این بود، یعنی این گروه که اختاپوس سبز ام‌القرای اسلامی رو در واقع به عقب برانن، رول بک کنن. آمریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدن در پشت درهای بسته که یک حمله نظامی ضربتی رو 2 روزه بر سر تأسیسات هسته‌ای و استراتژیک ایران انجام بده. فورین پالیسی می نویسه و عکس آقای اوباما رو انداخته بود که داره مطالعه میکنه. آیا واقعا میخوان حمله کنن؟ از روز اول گفتم برنامه شوروی کوچک هست، شوروی اسلامی. درست پروژه‌ای که برای شوروی پیاده کردن دارن در اینجا پیاده میکنن. اول شما رزناواتون رو میفرستید در اون منطقه، اول ناوگانتون رو در اونجا مستقر میکنید، سیاست توپخانه‌ای در اونجا راه میندازید. میگید اگر وارد مذاکرات نشدید، اگر به ما گوش نکردید، اگر زانو نزدید، تسلیم نشدید، ما شما را در هم خواهیم شکست. این قانون بازیه. به شوروی هم همینو گفتم. یادت نره در 30 سال گذشته از روزی که آقای خامنه‌ای رهبر شده همیشه پشت یک گروهی پنهان شده، هرگز در اول نبوده. برجام من گفتم نه ولی بعد پذیرفتم. اوکی؟ الانم داره یک نرمش قهرمانانه دیگه رو میخواد تجربه کنه که به نظر من بسیار دیر شده. ببینید زیبایی کار تیم ترامپ اینه که اصلا این رژیم رو نمیخواد. در یک کلمه اوباما میخواست، اوباما باشون دیل کرد، بهترین فرصت ها رو داد، اوکی، و حتی رفت برای مدال نوبل مثل آقای جان کری. آقای ترامپ و یارانش این رژیم رو نمیخوان و از نظر اونها براندازی این رژیم یک کردیت بزرگ سیاسی و تاریخی است. اینه که اینا بختی ندارن. شما اومدید 3 تا تهدید گذاشتید رو میز. تهدید اول این که ما تنگه هرمز رو میبندیم، باختید، نتونستید ببندید، اجازه هم ندارید ببندید، نمیتونیدم ببندید، به خاطر اینکه اگر بخواید ببندید در واقع به دوستان اروپاییتون پشت کردید و روسیه و چین و بقیه دوستان. پس تنگه هرمز ورق سوخت. بعد اومدن چیکار کردن؟ گفتن اگر به ما تلنگری بزنید ما اسرائیل و عربستان و تمام دوستان شما رو زیر موشک قرار میدیم و در واقع موشک باران میکنیم. و دیدیم آقای نتانیاهو رفت دوباره سوریه رو کوبید. اینا هیچ غلطی نکردن. اوکی؟ چرا؟ به خاطر اینکه منتظر بودن برن در عراق چی میشه. پس بنابراین شما الان یک قاسم رامبو دارید که پشتش هم در سوریه و هم در عراق خالص شده. دیگه این جرأت رو ندارید که تهدید کنید. نکته سوم میاد اورانیوم. باز بازی اورانیوم، باز سپر هسته‌ای. شما مگر ابلهی، مگر نمیدونید اگر از یک میزانی فراتر برید خواهند زد شما رو؟ آیا شما این بیماری رو دارید یا این در واقع سیاست رو یا داکترین رو که با جنگ مردم راضی کنید؟
دیگه وقتی آمدن دیگه مردم باقی نمیمونن. بنابراین میگم هر کاری که انجام میدن فقط واکنشه، فقط جارچی بازیه در واقع. هیچ تا حالا ما یک استراتژی حساب شده ندادیم که آخریش همون بود که آقا گفت نه مذاکره نه جنگ، که الان متوجه شدیم خود آقام داره به آرامی. همونجوری که میبینید الان دارن حزب الله رو در واقع سرکوب میکنن، هوتی رو دارن در واقع کنار میذارن. نگاه کنید در عراق چه اتفاقی افتاده، حشد الشعبی چه بر سرش آمده و حرامیون زینب چگونه از سوریه با حقارت اخراج میشن. این 4H بود. وقتی ما نوشتیم یه آقایی به نام الدر مدویدو 3 ماه بعد که مثل اینکه لابیست جمهوری اسلامی بود و مشاور آقای رفسنجانی آمد نوشت این طرح 4H پنتاگون نخواهد گرفت. اصلا پنتاگون چنین نظری نداده. این نظر من بود، تحلیل من بود و دیدیم که اتفاق افتاد. حالا بازی چیست؟ این داکترین چیست؟ فشار از بیرون روی بدنه ام القرای اسلامی و چانه زدن در خیابانهای سیاسی ایران بدون هیچ تعارفی در تاریخ هیچ کشوری بجز فلورانس 1456 اینا چنین ابلهانی حاکم یک کشور نبودن. یعنی یک فاجعه است، یک تراژدی ملیه. اگر دانته بود کمدی ایرانی نمی نوشت، تراژدی ایرانی می نوشت. در این بعد از جنگ میریم چند میلیارد دلار وارد ایران شده. زمان احمدی نژاد گونگادین بیلیون ها دلار نقدینگی ریخت تو اون کشور. اوکی؟ حالا اگر ایران این نقدینگی ها رو پیشکش نمی کرد به حزب الله، به حماس، در سوریه هزینه نمی کرد، اوکی؟ من این ستارم هوتی زیاد مهم نیست. شما ثروتمندترین کشور دنیا رو داشتید. حداقل اون شاه این خرد رو داشت، این هوشمندی رو داشت، رفت شرکت‌های خارجی رو خرید. اینجوری ابلهانه پول مردم رو واگذار نکرد به همسایگان بعد بره اونجا رو اشغال کنه. ببینید این مردم حق دارن از رضا شاه قدردانی کنن. از اون ایران ویران شده یک ایران مدرن ساخت. این مردم این حق شناسی رو درست سالها گذشت، درست مصدقی ها، توده‌ای ها، جبهه ملی آمدن توهین کردن، آخرش برد، رضا شاه برد. وقتی رضا شاه برد یعنی این نسل جدیدم برد. آجا یک روز خواهید دید همین مردمی که میگن خموده شدن، خسته شدن، فرسوده شدن، به خیابانها خواهند آمد، به رهبری همین نسل شیک پاسارگادی خواهند آمد، السیسی هم خواهد آمد و رژیم خواهد رفت. زنده یاد مانوک خدابخشیان متولد 15 مهر 1324 در آبادان بود. یه عمر تحلیل و پیشبینی رو با دقت و انصاف کنار هم گذاشت. اما بعد از یه حمله قلبی و سکته مغزی در 15 شهریور 1398 در سن 73 سالگی در لس آنجلس چشم از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش همیشه گرامی. اما وقتی پیشبینی‌های مانوک رو می‌بینیم انگار هنوز زنده است. انگار لحظه به لحظه وقایع آینده رو میگه و هیچ چیزی از چشمش پنهان نمیمونه. این پیشبینی‌ها نه فقط جذابن بلکه به شکلی تکان دهنده واقعی هستند و آدم را وادار میکنن دوباره فکر کنه که چه آینده‌ای در انتظار ماست. حالا نوبت شماست. نظرتون درباره حرفای ایشون چیه؟ زیر همین ویدیو بنویسید تا هم ما و هم بقیه دوستان بخونن. و حتما لایک کنید و سابسکرایب تا ویدیوهای بیشتری مثل این ببینید. مرسی که تا آخر با ما همراه بودید.